بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. خواهر و برادران عزیز، امروز برنامه که یا موضوعی که به نزد شما آمدم زیادی به زنها تعلق دارد. اگرچه در این جرم و جریمه یا در این جنایت مردها هم دست خود را و نقش خود را دارند. آمدم به نزدتان با موضوع ابورت یا خود سقط حمل که کشتن کودک است، اما با یک کلمه ابورت دیگر ما به زبان می آوریم و زیادی ها هیچ نترسیده تا 5 تا ابورت کردم، 4 تا ابورت کردم، پناه به الله 3 تا 2 تا درباره صحبت میکنن گویا که یک چیز عادی هست. بیاید امروز ببینیم که درباره ابورت یا کشتن کودک در شکم مادر شریعت چی میگوید و ما چی کار میکنیم. اولا عزیزان میخواستم نگاه کنیم به حدیثی که در صحیح مسلم و دیگر کتاب‌های سنن آمدگی هست. قصه زنی که از زنا حامله دار می شود، اما پیامبر صلی الله علیه و سلم به او امر میکنند که کودکت را تولد کن. بیایید به این حدیث نگاه کنیم تا که خلاصه گیری کنیم که به این مسئله شریعت چی میگوید. و خیلی اینجا متاسفم برای نفرانی که حدیث میگوید، آنها میگویند نه فلانی دامولا چنین میگوید. عزیزان، اینجا حدیث است و در اسلام گناهی کبیره است و بعضا حتی کفر است. وقتی به تو حدیث میگویند تو میگویی حدیث را یک سومان فلان مولا چنین میگوید، برای آنکه دین زمان قبول میشود از زبان یک نفر اگر او از حدیث و از آیت صحبت کند. پس بیایید به قصه نگاه کنیم. حدیث در صحیح مسلم است و دیگر کتاب های سنن. چه خیلی گفتم، زن از غامدیه که همیشه با نام غامدیه در کتاب ها آمدگی هست، به نزد پیامبر صلی الله علیه و سلم می آید و می گوید پیامبر الله، زنی شوهردار، در حالی که خودش صحابی زن بود و شوهر داشت، می گوید من به زنا دست زدم، من مرتکب این گناه کبیره شدم و از زنا حامله دارم و میخواهم مرا پاک سازید، یعنی میخواهم جزای زناگر را بالای من پیاده کنید، یا اینکه چه خیلی که جزای زنی زناگری که شوهر دارد یا مرد زناگری که زن دارد در شریعت رجم کردن، سنگسار کردن و تا مرگش با سنگ زدن است، مرا رجم کنید، مرا سنگسار کنید. من میخواهم به نزد پروردگار پاکیزه بروم. پیامبر ببخشید از او روی میگردانند. او باز تکرار میکند و میگوید پیامبر الله، من میخواهم جزای مرا بدهید. پیامبر میگویند تو حامله هستی، اول برو و کودکت رو تولد کن. غامدیه میرود کودکش رو تولد میکنه. نگاه کنید، پیامبر به زنی که شوهر داشت و حامله بود اجازه نمیگن برو کودک رو گیران. در آن زمان هم بود سقط حمل، در آن زمان هم ابورت بود با نوع خودشان. پیامبر این رو نمیگویند، میگویند برو و تولد کن، الان وقتش نیست. او تولد میکند، سپس در حرقه یا در لطه‌پاره کودک تولد شده پیچانیده را به نزد پیامبر رحمت میآورد و میگوید پیامبر الله، من کودک را تولد کردم، مرا سنگسار کنید، میخواهم پاکیزه به نزد پروردگار بروم. پیامبر میگوید به کودک شیر بده، 2 سال شیر بده. غامدیه میرود و به کودک 2 سال شیر میدهد. سپس در دست کودک یک پاره نان که الکی او خوراک خورده میتوانست به نزد پیامبر آمده، میگوید پیامبر الله، کودک من دارد خوراک میخورد، مرا سنگسار کنید. پیامبر کودک را به یکی از مردهای مسلمان میدهند، کودکی که هیچ عیب ندارد در گناه پدر و مادرش، و به صحابه ها امر میکنند که او را سنگسار کنند و او را سنگسار میکنند. سپس پیامبر به او نماز میخواند. وقتی نفر او را عیب میکند یا یک دشنام میکند که گناه کرد و سنگسار شد، پیامبر میگویند غامدیه را دشنام نکنید. او توبه کرد که توبه او را به تمام زمین تقسیم کنیم هم باز زیادی میکند. توبه او در نزد پروردگار قبول است. او جانش را به خاطر پاکی از گناه فدا کرد. پیامبر یعنی نمیگذارند کسی او را حقارت کند. سپس با همین شکل غامدی از دنیا می رود. اما
جزای زیناگر رو دادن، در خاطر داشته باشیم که زمانی هست که دولت اسلامی باشد و امام باشد، امام مسلمان ها باشد و این چونین زیناگر یا خودش آمده با دهانش اقرار کند یا 4 شاهد در یک وقت زیناگر رو ببینن که مسئله وسیع هست، یعنی خود از خود هر کس رو گرفته سنگسار نمیکنید. و پیامبر هم اگه در زمانش فقط 2 نفر رو سنگسار کرده باشند، یعنی امر کرده باشند، اون 2 نفر خودش اقرار کرده بود، پیامبر با شاهد کسی را رجم یا جزای رجم نداده بودند. اینجا عزیزان دلیل از این حدیث یا حکایت غامدیه این است که زنی که حتی از زنا حامله دار است و باز شوهر دارد و حاملگیش از مرد دیگر است و از شوهرش نیست، پیامبر اجازه ندادند که او کودک را بگیرد. قصه دیگر عزیزان در صحیح بخاری دیگر کتاب‌های سنن باز هست که 2 زن با هم جنگ میکنند، جنگجال میکنند، دعوایشان میشود، یکی دیگری را با سنگ میزند، سنگ میرود و به شکم او میزند. آن زنی که سنگ خورد حامله بود، هم کودکی در شکمش بوده میمیرد، یعنی میافتد، هم خودی زن میمیرد. پیامبر صلی الله علیه و سلم به آن زنی که آن کودک را کشت به خویش و تبارش اولیاش میگویند شما برای مرگ هم آن زن دیه میدهید که 50 شتر است، هم برای کودکی که در شکمش بود و کشتید، و برای کودک میگویند شما غوره میدهید، یا اینکه یک کنیز یا یک کنیزک یا یک غلام میدهید که خردسال هستند، که در نزد به اتفاق تمام علما اگر کنیز نباشد 212 و نیم، بگویم 212 یا 13 گرم طلا داده می شود. و وقتی اولیای آن زن آمده میگن چه خیل به کودکی که در شکم مادرش بود و ما او را زنده ندیدیم، فقط خون ریخت، به او چه خیل ما غوره بدهیم یا دیهش را بدهیم؟ پیامبر میگویند اینجا قضا میکنند که دیهش را بدهید و میدهند. پس در زمان پیامبر وقتی زن کودک زن دیگری را می افتاند، سبب افتیدنش می شود، پیامبر نمیپرسند چند ماه بود، پیامبر نمیپرسند چند روزه بود، میگویند دیهش را میدهی، دیهش را میدهی. عزیزان پس نگاه کنید، در زمان پیامبر صلی الله علیه و سلم هم این بود، یعنی کودک افتاندن و کودک کشتن بود. و چه خیلی دیدید برای کودکی که از زنا به دنیا آمد یا پیدا شد، پیامبر حکم نکردن که برو قتلش کن، برو او را بکش. پس چگونه امروز میتواند یک چند نفر از خود بگویند که تا 40 روزگی جایز است که کودک را بکشید؟ ابورت یعنی کشتن کودک است. اگر شما اجازه دهید آن نطفه کودک می شود، پس از 9 ماه به دنیا می آید، پس از 9 ماه با صدایش کودک به دنیا می آید. اگر اجازه بدهید و نکشید، میگویند نه ما اساسش کردیم یا گرفتیم و یک خونپاره بود. خونپاره اگر دست نزنید که کودک می شود. آره فتوای خیلی کمی از علما هست، مثل در کتاب بحر الرایق آوردگی است مثلا امام نصفی، اما از امام ابو حنیفه روایت نیست، از امام مالک و شافعی، امام احمد روایت نیست. یگان عالم بر علاوه تا 20 روزگی میتواند بکشید، تا 40 روزگی بکشید، تا 30 روزگی بکشید گفتگی نیستند. بعض عالم هایی که آن هم صاحبان مذهب نه پیروان مذهب مانند امام نصفی مثلا اجازه دادگی هستند، اون هم با قیاس فقط که خیر وی کودک نیست که وی هنوز نطفه است یا خونپاره است، ولی به خونپاره دست نزنید که کودک می شود. و پیامبر صلی الله علیه و سلم نپرسیدن که چند ماه هست، نپرسیدن چند ماه هست، گفتن کودک او را کشت، او باید خونبهایش را، یعنی دیه خونبها یعنی پول خون او را باید بدهد که اون هم کم نیست، اون هم 212 گرم طلا است یا 5 شتر است، یا 5 شتر است که حساب کنید 212 گرم طلا در زمان حاضر چقدر پول دارد. و اینجا چه خیلی گفتم میبینید که ما کمبغل هستیم، شرایط نداریم، من رفتم و کودک رو ابورت کردم، من اصلا در مهاجرت هستم، مسئله حجت و دکومنت ها هست، من کودک رو ابورت کردم، خوشتمنم نمیخواد بعد از 5 فرزند داریم فرزنددار شدم کودکم رو ابورت کردم. اما ابورت به دهان آسان است. الله میگه قد خسر الذين قتلوا اولادهم سفها بغیر علم، نابود شدن، هلاک شدن، عموما زیانکار هستند، زیانکار و به همه چیز هستند آنهایی که فرزند خود را بکشتن. در دوامش میگه سفها بغیر علم و حرموا ما رزقهم الله، و برای خود حرام کردن آن چیزی که الله برایشان حلال و پاکیزه داشت.
یعنی شما وقتی رزقی که الله برای شما داد، فرزندی که برای شما داد، با بهانه این که من فرزند میده یکی دارم، با بهانه این که من مسافرم، با بهانه این که من شاید طلاق گیرم و حتی از حرام به دنیا حامله دار شده باشید، هم وقتی میکشید پروردگار میگوید برای خودتان رزقی که به شما داده است حرام کرده ایستادید و گمراه هستید و دیگر راه راست رو پیدا نمیکنید مگر اینکه انسان دیگر توبه کند. چیز دیگر، اکثریت زنهایی که به کشتن کودک یعنی به ابورت دست میزنند از شرایط است. میگویند نه خودش 5 کودک دارم و شرایطمون بیزیب است، شوهری من عرق خور است، بعضیشون شوهری من درست کار نمیکند. ولی آیا تا همین روز رزق کودکان تو به دست خودت بود؟ رزق خودت به دست خودت بود؟ اگر خودت برای خودت فقط رزق میافتی که همه از گرسنگی میمرد. میبینیم که با یک حرکت های کوچک پروردگار به بندهش رزق میدهد، کسی از گرسنگی نمیمیرد. الله میگوید در سوره اسراء میگوید ولا تقتلوا اولادکم خشیة املاق نحن نرزقکم و ایاهم. شما فرزندان خود را از ترس کمبغلی نکشید. این ما هستیم که هم شما را رزق میدهیم، هم فرزندان شما را. رزق شما هم رزق فرزندان شما هم به دست الله هست. پیامبر صلی الله علیه و سلم میگویند شما هستید که به خاطر فرزندانتان رزق داده میشوید. فرزندها نباشند شماها اینقدر صاحب رزق نمیشوید. همه پدر و مادر میدانند که هر یک فرزند رزق روزی خودش را دارد. یگان فرزند با آمدنش پدر و مادر را کمبغل نمیکند مگر اینکه خود آلوده گناه باشند یا در همون گونه‌ای که باید کوشش کنند در رزق کوشا نباشند. برای همین عزیزان این مسئله یعنی مسئله ابورت خیلی تا 40 روزگی درست است. شنیدم که تا 2 ماهگی درست بوده است، فلان ملا گفت تا 4 ماهگی. از کجا گفت؟ فتوای 2-3 عالم رو گرفته که نمیتوانیم کودک رو بکشیم. و از همه عجیبش اینجا در مسئله کشتن کودک بین علما مسئله تقریبا اتفاقی هست. کودک را کشتی خونبها میدهی، پرسیده نمیشوی از چه قدر هست و 212 گرم طلا رو به خویش و تبار کودک داده می شود، علل خصوص به برادر و عمک و به پدر و اینهایش. اگر پدر شریک باشد پدر خودش به خویش و تبارش باید این را تقسیم کند. و این چونین وقتی تو کودک را کشتی باید 2 ماه پی در پی روزه گیری. 2 ماه چی زن باشی چی مرد باشی اگر مرد در این کار شریک باشد. یعنی با همین من کودک را کشتم توبه کردم خلاص نیست، خون بهایت را میدی، یعنی بهای خون اون کودک کشته را میدی، باز 2 ماه پی در پی روزه میگیری. مسئله دیگر این است که اکثریت زنها میگن من را مجبور کردن، به گردنت کارد ماند و مجبور کرد، به گردنت کارد ماند و مجبور کرد که رفتی و کودک را کشتی. نه من طلاقت را میدهم، کودک برای خودت من راضی نیستم، شتاب میروند و کودک را ابورت میکنند. اونجا هم 10 آدم کشی دیگر با کارد انتظار است که کی می آید ابورت میکنیم پولش رو میگیریم، در حالی که در کشتن کودک در ابورت کودک هر کسی که شریک است او هم گناهگار است. آره مسئله هست. مسئله اگر تولد کودک برابر جان مادر باشد، یعنی گرفتن جان مادر، چه خیر. در نزد تمام علما اگر یک دکتر نه یک چند طبیبان اتفاق کنند که اگر همین کودک تولد شود، یعنی در وقت تولد کودک یا در وقت حاملگی مادر میمیرد، کسلی دارد که حاملگی او جان او را میگیرد، فقط به خاطر اینکه ما مادر را داریم، اصل در ما هست و آمدن کودک زنده و سلامت هنوز شبهناک است. اون هم اگر کودک 4 ماه و 10 روزه نشده باشد کودک را گرفتن جایز است. اون هم به یک شرط، اگر یک چند طبیب بگویند که کودک را نگرفته مادر میمیرد، مادر میمیرد. اما نه، مادر به عذاب تولد میکند، مادر باید 9 ماه در کنترل دکترها باشد، داروهای قیمت خورد. در اینجا کشتن کودک جایز نیست. بعد از 4 ماه و 10 روزگی کودک را حرکت میکنن زنده و سلامت گیرن، الله که وای کودک است. و حتی در نزد بعضی علما 4 ماه و 10 روزه کودک را کشتی، این گویا که تو یک آدمی کلان را کشتی، دیه کامل میدهی و تو آدم کش حساب میشوی. اگر 4 ماه و 10 روزه را کشتی، از آن معده را کشتی، هم آره کودک کش هستی، اما 4 ماه و 10 روز یا بعد از 4 ماه و 10 روز گناهش بالاتر است. و سبحان الله زنهای را من به گوشم شنیدم 6 ماهه کودک را کشتن برای اینکه کودک کسل بوده است. آیا کودک را برای کسلی انسان میکشد؟ یک انسان را تو بیمار است گویان میکشند. کودک 7 ماهه را کشتن به خاطر اینکه دکتر گفته است این بیمار به دنیا میآید. آیا انسان کودکش را به خاطر بیماری میکشد؟ کودکی که وای منتظر است به دنیا آید.
پس عزیزان مسئله ابورت، مسئله گرفتن کودک یا به آسانی افسوس کردن و دارو خورده افتانیدن، این که شوهرم گفت، خوشتامنم گفت، پدر و مادرم به من گفتن در مهاجرت تولد نکن، من 6 تا کودک دارم، 7مش رو نمیخوام تولد کنم. شما کودک میکشید. در نزد الله به خون ناحق، آن هم خون ناحق کودک خودتان، فرزند خودتان دست میزنید و اون هم کفاره در دنیا دارد، توبه دارد، حلال دانست انسان از دین خارج می شود. و یگان عالم از صحابه و از تابعین، از تبع تابعین که چی ابو حنیفه رحمت الله علیه، چی امام شافعی و امام مالک و اینها باشن، اینها تابعین هستند، تبع تابعین هستند، امام احمد و اینها، یگان تا اینها با دهانشان اجازه ندادند کدام کتاب اینها رو ببینید نمیابید، بجز بعض علما بعدن آمدند و گفتن این نطفه است و چیزی دیگر که بیاید وقت در ما حدیث صحیح هست که پیامبر کودک از زنا پیدا شده رو امر نکردن بکش، گفتن تولد کنه باز 2 سال شیرش بده. و این چونین وقتی حدیث صحیح هست که کودکی که در بطن زن بود و مرد و پیامبر گفتن خنبه های آن کودک را میدهی و آیت های پروردگار است که کودک را نکش که رزاق کودک من هستم، بیاید به این جنایت دست نزنیم. دیگر کودکی که میلیون ها نفر هستند آرزوی ناخوان کودک را دارند، اما پروردگار برایشان فرزند نمیدهد. برای چی ما رزقی که الله به ما داده است به خاطر اینکه شوهرم راضی نیست و من کم بغل هستم و حجت ندارم بکشیم، در حالی که کودک چه خیلی گفتم به رزق خود می آید. این وعده الله هست، نحن نرزقهم و ایاکم، الله هم آنها را رزق می دهد هم شمایان را. به فضل و به برکت کودک رزقی که به خانه می آید با کار دست شما به خانه نمی آید. پس بیاید از این جنایت دست کشیم و به آسانی گفتن ابورت رو بس کنیم و همدیگر رو هم توصیه نکنیم که برو ابورتش کن، در 2 ماهگی جایز است، در 3 ماهگی جایز است. این بود صحبت من با شما، با امید اینکه پروردگار برای ما مهر و محبت صمیمانه مادری را نصیب کند و کودک خود را به دست خود نکشیم. شما را به الله میسپارم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.